Hello my friends, how are you? بریم سراغ اتفاقی که هفته گذشته افتاد. خب حتما شنیدید لاس وگاس یک دفعه این سایبر اتک شد، حمله سایبری شد. مجموعه های MGM، چون MGM فقط خودش تنها نیست، هتل های مختلف بهش وابسته هستن. مجموعه های MGM کامپیوتراش از کار افتاد، مردمی که واسن برن نمیدونن چطوری باید چک اوت کنن و از اتاق بیان بیرون و پولشون رو بپردازن. رستوران ها همینطور، همه جا به این مشکل برخورد کردن. بعد یه سری براشون به فشار اومده بود دیگه، ناراحت شدن اینا. خب چند روزم طول کشید تا این مسئله درست بشه و برگرده. بعضی از این کلوب هایی که در لاس وگاس هست برای مشتریان نزدیکی در اون تاریخ ها اونجا بودن، گفته که تمامی کسایی که تو MGM بودن این مسائل، MGM با ما صحبت کرد و به خاطری که بهشون فشار روحی زیادی وارد شده. فشار روحی هم وارد میشه بهشون. اوکی. اینها گفتن که ما هر کسی که اینجا یک چیزی، یک کلابایی هست که خانم ها میرن رو پای آقایون میشینن و میرقصن. نمیدونم چرا میخوان اتو کنن، فکر کنم شلوارا رو اتو کنن، نه ایتو، اتو کشیدن. بله. بعد خلاصه اینا رفتن برای این مسئله و گفتم ما مجانی یک لپ دنس مجانی به تمام کسانی که در این حادثه بهشون ضربات روحی وارد شده براشون مجانی یک دونه دنس مجانی داده میشه که مثلا قیمتش مثلا $20 است. بابا خیلی دست دلباز. آره استخدام اینا میان و بیرقصن دیگه. خیلی من ناراحت شدم. این همه دست دلبازی. خانم ها نفهمیدم داستان چی خواهد شد، چون خانم هم یه چیز دیگه دارن که البته میدونی که مدتی که این مسئله کم شده. آره بعضی از شهرها تعطیل شدن و بستن. اسمای دیگه هم اومده ولی خب یه کمپانی بود به نام چیپندلز که اینو باز دوباره آقایون می اومدند و میرقصیدند و لباس میکندند و نه کلا نه فقط ما آخر شما فانی. من رفتم. رفتی؟ بله در لس آنجلس کسایی که میخواستن ازدواج کنن میگن خیلی نزدیک صورت آقایون حرکت میکنن. نه خیلی چیزه میرقصن شوخی میکرد. کسی که میخواست ازدواج کنه مثلا برای اون طرف جشن میگرفتن و شوخی بود یه چیزش، ولی میرقصیدن. شوخی میومد تا اینجا. اون کسی که میخواست ازدواج کنه ما که نمیدن که اصلا باور نکردنیه. آقایون بسیار خوشگل و خوشیکلی بودن ولی میرقصیدن. شهناز عزیز هم میخوندن. کدوم؟ این کمره شهناز سرانی عزیز میخوندن یا فنره. آره بله خلاصه بله این برای خانوم ها بود ولی اینو برای خانوم ها دیگه نگفتن، اینو فقط گفتن که کلاب هایی که برای آقایون اینجا هم فرق داره ولی خیلی دست دلبازی $20. نگفتن که بیان اقلا ما 2 شب مثلا هتل مجانی میدیم. به خیلی کردیت داده بودن که اصلا هتلش رو که اینا رفته بودن چیز شده بود بهشون کردیت داده. خب اون بعضی این کاری کرده بودن. سلام از همگی شما عزیزانم، خیلی لطف کردید تشریف آوردید. من نوشته‌ای حاضر نکردم و مطالب این است که امیدوارم گفته نمونه و بتونم همه رو عنوان بکنم. از دوستان عزیزم که تشریف بردن این بالا و کار من رو به مراتب راحت تر کردن به خاطر که قسمت‌های از عرایض بنده رو مطرح کردن و گفتن. از بزرگی این بانوی بی همتا، از شیرینی این بانوی بی همتا، از امید این بانوی بی همتا، از پشتکار این بانوی بی همتا. خداوند خیلی من دوست داشت که ستاره رو در زندگی من گذاشت و معنی شیرین واقعی زندگی رو من
چشیدم. به عنوان همسر همیشه فکر میکردم مادر من نجیب‌ترین زن روی کره زمینه تا که با ستاره آشنا شدم. استانداردهایی که ما مردا داریم هر کسی برای خودش استانداردی داره و با اون محک میزنه جنس مخالف رو. از هر آنچه که باعث خدشه‌دار شدن آبروی یک زن میشد من امتحان کردم و محک زدم. خدای من شاهده، خدای ستاره شاهده که چقدر سربلند این زن بیرون آمد و من به این اعتقاد رسوند که مادر من یه هم نوع دیگه داره، یه همزاد دیگه داره به نام ستاره. یکی از نجیب‌ترین زنهایی بود که من در زندگی دیدم. یکی از متین‌ترین زنهایی بود که من در زندگیم دیدم. با هوش بسیار بسیار فراوان، با متانت بسیار زیاد، پشتکار عجیب غریب. بچه ها دوستان من میدونن که من با قول امریکایی‌ها ورکاهالیک هستم و 3 روز 4 روز نمیخوام و کار میکنم. سالیان ساله، ولی ستاره نه تنها همراه من میامد بلکه بعضی موقع کم میبردم. انرژی عجیب غریبی که داشت، عشق عجیب غریبی که داشت. من بچه پیغمبر نیستم، منم شیطنت‌های بسیار زیادی در زندگی داشتم، ولی سعی کردم از زمانی که با این بانو آشنا شدم، مخصوصا زمانی که ذات واقعیش رو شناختم، وقتی زمانی که پاکی، معصومیت، مظلومیتش رو شناختم. هر آنچه که بلدم، هر آنچه که در وجودم هست رو نثارش میکنم. بعضی موقع فکر میکنم مرسی، بعضی موقع فکر میکنم ای خدا کاش 200 سال به من عمر رو میدادی تا 200 سال رو نثارش بکنم. ولی باز فکر میکردم خیلی کمه، بازم کمه. دوره میکنم زندگی ما. از زمانی که همسر من شد بالش نداشت، بالشش دست راست من بود، همیشه یعنی دست ببخشید عذرخواهی میکنم. فکر میکنم که هر آنچه که در توان داشتم هم نثارش میکردم که کردم، باز کمش بود، چون انقدر بزرگوار بود این زن، انقدر نازنین بود این بانو. یک انسان واقعی، یک موجود عجیب غریبی که خداوند از اون بالا آوردش برای ما. من دوستانم، کسانی که این حرفا رو این بالا زدن، قطره‌ای از دریایی بود که در وجود ستاره بود. آوردش با این که ماها رو ارشاد بکنه، ماها رو شاد کنه، ماها رو عاشق بکنه، عاشق شدن، عاشق بودن رو یاد بده، عشق گرفتن، عشق دادن رو یاد بده. همونطور که علیرضا گفت، نادر گفت، بچه ها تک تکشون به درستی گفتن، یاد میداد به ما وقتی توی مجلسی بود، عشق رو بدونی که به زبان میاره به مدعوی یاد میداد. باور کنین راست میگم، خدا شاهده. میدونم صدای من امشب فقط مختص این مجلس نیست، فردا پس فردا در دنیای مجازی پخش خواهد شد. خواستم خواهش کنم، تمنا کنم از عزیزانی که هموطنن و محبت میکنن، بعضی هاشون کمی بی‌انصافی میکنن. ما قلبامون شکسته است. من به خانوادم
و خانواده ستاره خواهرش برای خانواده منن. ما تیکه تیکه های قلبمون و روح و جسممون از زمین داریم جمع میکنیم تا بتونیم رو پا وایسیم. تو رو خدای خود اذیت کمتر بکنید، شاید کمتر بسازید. خواهش میکنم ازتون. چیزایی رو بعضی موقع من میبینم واقعا بی‌انصافیه. من اگر میرم روی صحنه برنامه اجرا میکنم، درست عشق صحنه دارم، درست از 2 سال و نیمی خودم رو عجین کردم با موسیقی، خودم رو ادغام کردم با موسیقی، جزئی از وجود منه. ولی ستاره عزیزتره برای من، خیلی از موزیک برای من عزیزتره، خیلی از جانم برای من عزیزتره. باور کنید دروغ نمیگم. من حاضر بودم 2 روز دیگه بیشتر زندگی میکرد ولی جان من کامل میرم، اینو به جان پسرم که جانش راست میگم. ولی نشد، خداوند یه جوری خواست. و خواهش میکنم، میدونم وقتی از اینجا برم پایین خیلی مطالبه که یادم رفته، ولی که دوستان من گفتن، عزیزانی که تصویر منو میبینید، صدای شکسته و داغون منو میبینید، تو رو خدا اذیت نکنید. ما عرض کردم قلبمون خیلی پاره‌دار است، وقت میخوایم تا بلند شیم. آخرین حرفی که همسر من قبل از اینکه به اتاق من بره به من زد، روی تخت بود و من دستشو بوسیدم، مرتب ماچ میکردم دستشو و نمیدونستم که بره دیگه بیدار نمیشه. فکر میکردم درسته، روز بعد میگردم میشونم، دستشو بوسیدم، گفت بیژنم راست میکرده اصلا، هیچ وقت من نگو بیژن، مازیار راست میگه، که از روی دقیقه اول مثل سایه کنار من بود. مازیار مرسی مازیار جان. گفت بیژنم خیلی ها بعد از این همه زندگی به جان خودش قسم یک بار به من نگفت، تو یک بار. من خیلی چیز ازش یاد گرفتم، سالش خیلی کمتر از من بود، ولی میگم که خداوند آورده بودش که من شاید این مقدار کامل‌تر بشم، شاید این مقدار بهتر بشم. هیچ وقت به من تو نگفت، همیشه شما گفت و همیشه بیژنم و گفت بیژنم منو حلال کن، من از مرگ نمیترسم. گفتم که این حرفا چی میزنی؟ ساعتی 2 ساعت 3 ساعت دیگه تمام میشه، برمیگردی میشه خودم عزیزی دلم. گفت من نگران خواهرام نیستم، ما خیلی براشون زحمت کشیدیم، به هر حال همسر خوبی دارن، خیالم ازشون راحته، برای تو نگرانم. خدا شده به جان خودش راست میگم. گفت برای تو نگرانم، اگر اتفاقی برای من افتاد یه روز انگشتش هم تو دیگه، گفت بیژنم یه روز بشین فرداش بلند شو، خیلی زحمت کشیدی تو چند سال، خیلی با هم دیگه زحمت کشیدی توی 12 سال اخیر، برو، مردم تو رو دوست دارن، تو مردم رو دوست داری. و من یکی از دلایلی که این مطالب رو اینجا آخرین جملات همسرم رو اینجا بیان میکنم به خاطر که شما مثل خانواده خودم میدونم، چه شما که جو حضور دارید، چه اونایی که صدای من بعدا خواهم شنید از دنیای مجازی و هر رسانه دیگه. شما مثل خانواده ما هم میمونید، ما با شما محرمیم، حرفایی رو به شما میزنیم که به کسی دیگه نمیزنیم، حتی در خفا، ولی با شما هستیم، یک انرژی عجیب غریبی میگیریم، با شما مطرح میکنیم، سعی میکنیم بهترینمون رو، آنچه از دل ما در میاد، آنچه از مغز ما در میاد، آنچه از احساس ما در میاد رو 2 دستی تقدیم بکنیم. این رو برای شما گفتم که بدونید ستاره من حرفش رو زمین نمیمونه و من خانواده به این عزیزی دارم که هم هوای منو دارن، هم هوای ستاره رو. در این ره رو من به عنوان یک شوهر، به عنوان یک کوچیکش، برای که واقعا حاضر بودم تا تمام عمرم آلامی شروع کنم، اگر به هر صورتی برمیگشت بشه من مهم نبود، نتونه حرف بزنه، نتونه رو بود.
ما ایرانی ها خواص‌های مشترکی داریم که خودمون بهتر از هر کسی دیگه میدونیم. باید یه چیزایی تکرار بشه تا فراموشی رو دست نده وگرنه زود فراموش میکنه. مدرسه به نامش میزدن، بنیاد خیلی به نام ستاره بکنید. خدا تمام بده بیشترین کار انجام میدم که اسمش جاوید بمونه و میدونم که شما عزیزانم من رو تنها نمیذارید. وقتتون رو خیلی گرفتم، ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید. جمله آخرم رو اینطوری عرض میکنم خدمتتون که ستاره من بیش از اینکه یک همسر بسیار 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 وفادار و نازنین و پاک و معصوم و مظلوم بود، بیش از اینکه یک رفیق بی همتا بود، بیش از اینکه یک همکار بسیار عالی بود، بیش از اینکه یک غمخوار بی‌نظیر بود، اینها رو در وصفش کم بگم. فقط بگم که ستاره من الان جزء دی ان ای منه. مرسی که تشریف آوردید.